شما وقتی مرا بفایده گرفتید و برنامه‌تون یا تگاش مرا زنم میگه تا تیرا میزنم. شما با شاگردانتان انا همون میزنید و کمک دغلغانه صحبت میکنید. این خیب است یا اینکه در حقیقتا شما با شاگردانتان چنین رفتار میکنید؟ این چی سوالا، این چی برنامه یک قدر کلاب میزنم همه سوالات میپره. تا تیرا میزنم. و اگر اگر بسیار خلاصه باشه میگن مولادارا ورادارا که سرار میگیرم دکه فردون روی میکنم. رنگ این حضرت نکی رستوران مسافرخانه بگردیم و بخریم. سلام و درود میگویم به هر یک شما تماشابینان و مخلصان سامانه شیردل نعیم جان. امروز دعوت نمودیم یکی از استادهایی که برای همه ما و شما که من خودم هاست در همینجا شتگیم در گپ زدن ترسیده استم، فریدون ناروف را دعوت کردگیم. استاد باور کنه من در هیجان هستم برای سوال دادن گپ زدن، چون که من همه نوارهای شما را میبینم، شما همه را میزنه. فکر میکنم یه دختر را میزنه نه؟ خیلی میبینیم. با واسه حالت کار. خب اگر اجازت باشد شروع کنه. اولا شما را خوش آمدید میگم برای برنامه. تشکر زیاد. خوش آمدید کنم اینجا. سلامت باشید. یک چند سوال ها برای شما پیشنهاد میکنم. سوال هایی هست که فکر میکنم که همگان میخوان که جواب بگیرن. بله. اکای فریدون، نوارهای شما رو من زیاد تماشا میکنم. شما با شاگردانتان انا همون میزنید و کمک دغلغانه صحبت میکنید. این خیب است یا اینکه در حقیقتا شما با شاگردانتان چنین رفتار میکنید؟ این خیب نیست. در حقیقت حالت طرز کاری ما همین خیلی است. اگر که بخواهن کسی به ما مراجعت کنه مقصد رزولتات بگیره پیشروی کنه ما هم خیلی مناسبت رفتار میکنیم. ما اگه برای خفه نشیدن و دیگه کارونه در حقیقت ما همین خیلی سخت کار میکنم که همین مردک برای مادگیش وای نشود. شده است حالتی که در همین حالت رنجیده باشد و با شما گپایشان گرفته باشد که دیگر نباید بمش؟ نه این حالت دیده نمیشه، چون که ما بسیار مناسبتی نداریم با شاگردا. خیلی مسئله در اون حالت نبوده است. استاد، من نوارهای شما رو زیاد تماشا میکنم. به همگان نیز معلوم است که خیلی سخت میگیرید شاگردانتان را. نمیترسید که مبادا در همون حالت تمرین بیمار شوند یا که یگان فلاکت دچار شوند؟ اول که همه حالت کاری ما در حضور دکتر میشود. ما اینجا داریم دکترایی که اشتراک میکنن. دوم تا این روز این حالت دیده نشده است. ما ببینیم در کدام حالتی که کدام کسی وزن کرد ما من میکنیم. یگان وای ندارد. یگان گندگی هم ندارد. تازه دیده نشده است این مسئله در حقیقت زور میبیاد ما را هسته. برای که ما کراسفیت میکنیم این چند نمودی تمرین کردن در یک پای هم میبیاد. با اما عادل زور اومدنش هم ممکن است. ما میبینیم اگر که زور اومد منش میکنیم یگان وای ندارد. بهترین سوال دیگر فکر کی بود که شما باید همین نوارهای خودتان را در صحیفه خودتان گذارید، یعنی که در صحیفه اجتماعی گذارید؟ من صحیفه خود من داشتم تا این روزا و بسیار خواهش کردند کسانی که قطعا تمرین میکنند که من رو درس میدم و یا خواستن که همین چیزا رو در شبکه پرداریم. من خواهش هم نداشتم و گفتن که همین کارا کردن در کار دیگر رو بینن. مقصد نه اینکه در طول ورزش ما در دیگر طول با تمرین کردن شروع شوند، از راههای بعد بگردن و مقصد به ورزش جور شوند. فکر بهترین. اکای فریدون، در نوارهایتان ما زیاد بلاگران را میبینیم. آنها برای شما نزد شما یعنی برای ویدیو کردن میآیند یا اینکه در حقیقتا شاگرد شما هستند و در آن همان طول ورزشی شما تمرین میکنند؟ در حقیقت درست قید کرده. در اینجا هستند کسانی که هنرمند یا که بلاگرانی که در اونجا تمرین میکنند. شخصا نعیم جانی سیدعلی هسته و اکای بهادر با مزخراکی یا دویمی در همونجا تمرین میکنند. هست بلاگرانی که مراجعت میکنن خواهش میکنن برای یک خیب کردن خیلی چیزا هست این مدت نو یک میاری کم. ما آخرون روزی که کار کردیم با بلاگرها همین قطعی آخرون بار بود تمام دیگه کار نمیکنیم. کسی که خواهش دارد میآید با قید میگیرد نامنویس میکند مقصد ما را مشق میتیم در حالت کار اگر بنوار گیره میشود نه که دیگه خیلی قبول کردن نمیشود. یگان بلاگر نه واسه کدام شخصیتی باشد. تنها برای نوار شما دیگه اجازه نمیتید؟ نه. سوال چنین است که نعیم جان، در آن همین سامانه اکای فریدون من شما نوارهایتان را زیاد میبینم با استاد یک جایه. دشوار نیست اینقدر سختگیری های استاد و تا حتی در سر آن همون خوراک خوردن شما را میبرد و با آن همون تیغی که هست میزند اینقدر سختگیری میکند؟ خسته نشدید از این کارا؟
اولا سلام علیکم دوستای عزیز، مخلصای مهربان. سوال دادک فرانوس که مشق تمرینای استاد شما دا قینی نمیکنم. خیلی که حالتهای میشوه که عذاب با قینه اینه که طاقت میکنیم با خاطره که اوزی با کمتر فربش دیگیم برای وقتی که وزن نبوگی کم کنم مشق میکنیم دیت هم میکنی که خراب شای. ویدیو رو خیلی میبینین در اینستاگرام در یوتیوب که وقتی که خیلی حالتی که زور و میخ ما میپرتم دیگه استاد میزنه و تیاق ایسی میکشه اوس میکشه گپای چیزی که میگه نمیگه. استادای حق داره در همه حالت خلاصی گپ طاقت میکنم. با این ویدیو دا عذابش کم ای او پیش سال 2021 22 در دیگه زال استاد ماش یاد میداد هم خیلی بود که میگریختم همونجا میوردم میوردم ما اینه نوارویی که میبینید در اونجا خورا خوردیستم استاد میدرویه یا همش هم چیزایی که برای نه خایپه نه چی همش حقیقت هم استاد مرا فکر میکنیم که ای همه شاگرداش مرا سختی بعد میگیرم یا اونجا اگر بخرم در اون رستوران اونجا بدرو هم کس میبینیم سرعت میگیره روی میکنم و اونجا اگر بسیار خلاصه باشه مینویسم میگن مولا دارم برادرها که سرعت میگیرم در کف فردون روی میکنم. خیلی هر کاری که میکنم استاد با فایده مونه خدای گپا ای مشق تمریناش روزیم همه وقت رحمت میگیم استاد که اینا طولی 4 ساعت که یک جای مشق میکنیم. خیلی حالتای میشه که من کم کم تنبلی میکنم مشق همه پرتم مشق که پرتم داره فرمه میشم اینا با یک مرشد نرفتم خیلی براب شده تو با انشالله که سرش میکنیم وزن کم میکنیم. اکای فریدون مقصد ویدیوهای شما در چیست و نقشه های شما در آینده برای ورزش تاجیک؟ نقشه های ویدیوی ما در همینه که بسیارتر نورسان را جلب کنیم به ورزش. خیلی که دیدین همین نزدیکی در ما مسابقه تشکیل کردیم چقدر آدم اومد ای تمامی قریب که ای تمام ناحیه اومدن با نصیب نه روزای نزدیک ما 15 ایون دا کلانترین مسابقه در جمهوری تاجیکستان تشکیل میکنیم کروسفیت ملاگا فونکسیونال میگن در اینجا تمام ورزشکاران میتونن اشتراک کنن نوبسته گوشتنگیر باکسیور جودویست فوتبالیست در اینجا با ما توفو میمونیم که مردم هوسمندتر کنیم که از راههای بد بگردن و با ورزش مجبور شوند. یک سوال دیگر میتونم توصیه چیم برای همه نسل نوروز برای زنها برای مردهایی که برای خراب شدن هر گونه داروها رو استفاده میبرند و بیاین از آن همون داروهایی که یک جایشان دو ضرر میکنند بیاین برای خود را خراب کردن برای سلامتی خود و ورزش مشغول شوند. بله در اینجا بسیار داروها توصیه میتونن. بله سوداگرو فروشند و کسی هستن نیستن بسیار توصیه میتن در حقیقت یک جور فایده بیاره دیگر جور ضرر میکنند. ما همین کارا کردن در کار نیست. عموما رفتن در کار طولاری ورزشی یگان استاد قطعی صحبت کردن در کار که همین طرز درست تمرین کردن نشون کرد بعد در اینجا خوردن کم کردن در کار. رنگ این حضرت نکی رستوران و رستوران مصر کنیم بگردیم و بخریم. بس کردگیم موزی. دیدیم نه یا موی رفتگی ده. بس کردگیم خدا باش کرد. اکای فرنامو تیاخت نگیرن. در حقیقت ما این وزیر نقشه کردگیم نقشه دکسه. در نقشه ما دو کس داخل میشه دو کس قطعی من کار میکنم. نعیم جان سیدعلی اکای بهادر با مزخرت در کدوم طربخانه باشد در کدوم آشخانه باشد من یک وای مراجعت میکنم خالده که کجایی که همیو را دیدم با من یک رسم روان کنم بعد در ما میریم میارم اونجا دستگیر میکنیم میگوریم در طول ورزشی 2 مرتبه زیاد خیلی که بد همیشه با عذاب شمیتیم شرم نکرده یا مو چیه بره که استاد بختای گنده سخت زدم ما این چی اولی سختی ای پیشه برای که وقتی ما در شهر همین را معرفی میکنیم برای کار کردن با همین دو شخصیت در حقیقت ما یو را عذاب میتونم خو خفه شود خو نشود و همون خاطر شروع فکر کن پیش اون که اومدن قدم تموندن پیش اون که ما کار سر میکنیم من خیلی نمیمونم برای که شرطنامه ما همینه که همین کس با ما مراجعت میکند یک ماه 2 ماه ما باید خراب شوم بدن خود بسازم در همین وقتی معین ما باید همین را بسازیم اگر که نیومد همون روز اشتراک نکرد در وقتی مشق یا که بهانه کرد ما میریم میاره میره بخواهم نخواه در کجای باشه ما رفتن میگیریم میبریم تو ورزشی همون درس خود ما میگذاریم که از طرف ما منفی نشود ما کار خود ما با تازگی اجرا میکنیم
ки ҳамин шахс аймо розӣ бошад. ба ҳамун хотир мо бисёр ҳолатҳо мегӯем ки касе ки ба мо муроҷиат мекунад фикр карда биёяд. мо ин корро барои варзиш аввал ки барои худстонӣ ҳам нест. Варзиш ҳаст. Мо ҳамҷа мебиём бачаҳо мегӯям бародаро ҳастан ҳолатҳое ки мегӯяд ки як видео кунем, мегӯям бародар ҳамин мушкилӣ дора, зур омаданат мумкин ай. барои хотир аввал биё моҳош қати шумо кор кунем, хай дар вақти кор мебинем. бо ҳамин видеора мо касонро мекунем ки хатогӣ мекунанд. мо ҳамаро намекунем. ҳамин хатогӣ ки Раҳимҷони Сайдалӣ ҳамира қабида мо видео мекунем ки бинанд ай рафтори худаш камтар шарм кунанд ки хатои аз тарафи ай. акун мардум дар инҷа моро туғри бифаҳманд нафаҳманд, мо кори худна дуруст мекунем. ҳаст дар ҳақиқат мо ҳам асабонӣ мешавем, ягон гапи дағал мегӯем, ин чизе бигӯем нагӯем ба хотири ҳамун фоидаи ҳамун шахс ай. моро ҳам зур мебиёяд. мо кори мо бениҳоят мушкил ай. ман дар як рӯз зиёда чанд кас қариб 20 одам қатӣ кор мекунам. валки ин ҳолате мешавад дар роҳ мара хол мебулад ва хонам расида. ин хеле ҳолатҳо мешавад. асабонӣ мешавем, чунки халқи мо ягон вақт гуфтагира намекунанд. ҳамин рӯз мо тайёр мекунем, 1-2 соат кор мекунам, меравам мехӯрад. новобаста аз оне ки бояд вазн калон кунад ё ки вазн кам кунад. ба ҳамон хотир мушкил ай. азоб метиҳем мо. бихоҳа нахоҳам мо кори худро мекунем. якҷоҳан ташаккур барои ин қадар фикрҳои хуб. зинда ва саломат бошед. саломат бошед. як бор дигар ташаккури зиёд ки вақти қимати худтон дариғ надоштана барномаи мо омода иштирок кардем. дӯстони азиз, ман фикр мекунам ки ин барнома ба ҳамаи шумо писанд меояд. дар ҳақиқатан фикру ақидаҳое буд ки мову шумо имрӯзҳо ана ҳамин варзиш барои ҳар яки мову шумо саломатӣ монда фоидаовар аст. пас то барномаҳои дигар хайр.